تو این ویدیو داستان این که یه باشگاه نرو مثل من چطور تبدیل شده به یه باشگاه برو منظم و با دیسیپلین بهتون خواهم گفت و این که یک سری نکات خیلی ساده و به نظر من کاربردی که باعث شدم من این تغییر رو بکنم. منی که تا حالا 1 ماه از شهری باشگاهم رو نتونستم کامل بکنم و همیشه زیر 1 ماه جا زدم و الان چندین ماهی که دارم باشگاه میرم، بدنسازی میکنم و به روتین زندگیم تبدیل شده. روزای مشخص و ساعات مشخصی رو برای تمرینتون مشخص بکنید و خیلی بهش پایبند باشید. مثل اینکه ثبت نام کردید به یک کلاس خصوصی، قرار استاد بیاد سر کلاس و اگه شما نرید سر اون کلاس خیلی زشت میشه. 3 روز در هفته برای باشگاه کمه، باعث میشه که تنبل بشین، سست بشین و ادامه ندین. بیشتر از 4 روز هم به نظرم زیاده و باعث میشه بهتون خیلی فشار بیاد و زیرش بزنید، جا بزنید و ادامه ندید. به نظرم 4 روز ایداله. خود من روزای سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه آف هستم، بقیه روزا میرم. 1 ساعت مشخص رو هم مشخصا بذارید که ساعت بیکاریتون هست همیشه. برای من آخر شب میرم تمرینمو میکنم، بعد شاممو میخورم و میخوابم. نکته دوم، تنهایی برو، تنهایی تمرین بکن. به هیچ عنوان با هیچ کدوم از رفیقات، خانوادت، فامیل، با هیچ کس قرار نذاری که با همدیگه از فردا بریم باشگاه. هماهنگ کردن برنامه 2 نفر با همدیگه، اونم توی ایران کار خیلی سختیه. اگه 2 نفری برید باشگاه، یه روز تو نمیتونی بری، یه روز اون نمیاد، یه روز میگه 1 ساعت من دیرتر میرم، 1 ساعت دیرتر بریم، امروز نمیتونم بیام، بجاش فردا که آفیم بریم. به جای این کار هر کس گفت که با هم بریم باشگاه، بهش خیلی ساده، خیلی جدی و بی‌تعارف بگو که من روزهای فلان، ساعت فلان توی باشگاه هستم، اگر دوست داری با من تمرین بکنی میتونی تو این ساعت تو هم توی باشگاه باشی و با هم دیگه تمرین بکنیم. و نکته بعدی این که توی باشگاه با هیچ کسی گرم نگیر. روز اولی که رفتی باشگاه یه سری آدمایی هستن که احتمالاً آشنا هستن، رفیقت هستن، یا ممکنه یه سری آدمایی رو مستعد این باشی که باشون رفاقت بکنی. با هیچ کس توی باشگاه رفاقت نکن، با هیچ کس گرم نگیر. اگر کسی از آشناها و رفقات اومد خواست با صحبت بکنه، وسط صحبتش برو بهش بگو که من بدنم داره سرد میشه، برم یه ست بزنم بیام دوباره با هم دیگه صحبت بکنیم، حرفت یادت نره. دوباره اینجوری بکنی عاقل را یک اشارت کافی است، خودش بیخیال میشه و میدونه که مزاحم تمرین تو هستش. با حرف زدنش تعارفو بذارید کنار، انفرادی تمرین بکنید و در سکوت و خلوت خودتون. به نظرم عامل اساسی فراری دادن ما از باشگاه هوازی زدن و کاردیوه. هی تردمیل بزن که بشه 200 کالری، دراز نشست برو و به خصوص یه سری مربی‌ها چنان تمرینات هوازی سخت و فشرده‌ای به شاگرداشون میدن که انگار مثلا اردوگاه کار اجباری آشویتسه. یادت باشه نکته اول، شما ورزشکاری نه کالری شمار. به خصوص با شما خانوما نیاز نیست کالری بشمونی من اینقدر کالری سوزوندم. در اول شروع باشگاه رفتنتون همون 15 دقیقه هوازی هم شما در روز انجام بدید، باز از خیلی جلوترید و خیلی به چربی سوزی شما کمک خواهد کرد. و اگر هم نکنه یادتون باشه که فعلا هدف ما اندام ایدئال و رسیدن به وزن دلخواهمون نیست. فعلا هدف ما عادت کردن به روتین باشگاه رفتنه. دوما اگر میتونی هوازیت رو از باشگاه بیار بیرون، یعنی از دستگاه باشگاه بیار بیرون از باشگاه هوازی رو تمرین بکن. مثلا 2 میتونی بری، برای رانینگ میتونی بری، کوهنوردی میتونی بکنی، میتونی شنا بری و همه اینا هم فانتر از هوازی داخل باشگاه هستن، حوصله سر نمیره، هم بیشتر میسوزونم. مثلا خود من میدوام تا باشگاه، یعنی قبل و بعد باشگاه از خونم تا باشگاه میدوام و از باشگاه تا خونم باز موقع برگشت میدوام. جمع میشه 6 کیلومتر و کالری خیلی بیشتری از تردمیل برام میسوزون. ایجاد یک عادت از لحاظ روانشناسی 3 هفته طول میکشه. وقتی شما تصمیم میگیری یه کاری رو انجام بدی، 3 هفته طول میکشه تا مقاومت مغز شما در برابر انجام اون کار بشکنه. یعنی تا 3 هفته مغز همش بهت میگه نکن. بعد 3 هفته مغز این نکن رو بس میکنه و فقط یه تنبلی چیز میمونه، یعنی این جزء روتینت نمیشه. 3 ماه اگر در انجام اون کار ممارست بورزید، اون کار تبدیل به عادت شما میشه. یعنی مغز شما بدون اینکه شما به اون انجام اون کار فکر بکنی، ناخودآگاه اون کار رو، اون فعل رو انجام خواهی داد و اون به روتین شما تبدیل خواهد شد. پس در مورد باشگاه رفتن و نظم باشگاهی این 2 تا عدد 3 یادت باشه. 3 هفته اول اذیت خواهی شد، دووم بیار. 3 ماه اول به نتیجه دقت نکن و فقط ادامه بده تا وارد روتین زندگیت بشه.
من این قانون رو توی تمام عادتهای خوبی که توی زندگیم ایجاد کردم وارد کردم و نتیجهش رو هم دیدم. هر کاری رو که تصمیم گرفتم که شروع بکنم 3 ماه به نتیجه دقت نکردم، فقط 3 ماه تو مسیری که انتخاب کردم حرکت کردم و به نتیجه کاملا بی‌توجه بودم. و جالب اینه که همیشه بعد از 3 ماه نه تنها به انجام اون کار عادت کردم، بلکه وقتی نتیجه رو اومدم بسنجم که ببینم تو مسیر درستی اومدم یا نیومدم، نتیجه گرفتم یا نگرفتم، همیشه نتیجه مثبت بوده و دیدم که مسیر هم درست بوده. پس از الان تا 3 ماه آینده مرتب سر ساعت میریم باشگاه و به نتیجه این که من چند کیلو شدم، عضلم دور عضله فلان چقدر بزرگتر شده کوچیکتر شده، به اینا هیچ کدوم دقت نمی کنیم. فقط 3 ماه تمرکز ما روی رفتن به باشگاه، نه اندام ایدئال. فقط قراره که باشگاه بریم، فقط این کار رو انجام میدیم. اگر مشغول عادت کردن به یک عادت جدید یا ترک یک عادت بد هستید، به مغزتون بیشتر از اون فشار نیارید و یک کار و ایجاد یک عادت جدید یا ترک یک عادت جدید رو شروع نکنید. این باعث میشه مغزتون جا بزنه و از هر دوتا بمونید. در مورد موضوع ویدیو ما، مثلا اگر میخوای باشگاه برو بشی، یعنی بری باشگاه بدنسازی بکنی و در عین حال قبل از اون شروع کردی 1 ماه 2 ماه به ترک سیگار، بهتره که فعلا تا اون 3 ماه تموم نشده روی ترک سیگارت متمرکز باشی و باشگاه رفتن رو شروع نکنی. شروع کردنت به باشگاه رفتن همزمان با ترک سیگارت باعث میشه که مغزت بهت زیاد فشار بیاره و شما جا بزنی و در نهایت تبدیل میشی به یک باشگاه نرو سیگاری. یکی از فواید ورزش کردن مرتب و منظم و اصلا ایجاد دیسیپلین توی زندگی اینه که ایجاد دیسیپلین به ما انگیزه و اراده میده، قدرت اراده رو به ما میده و ما این باعث میشه که گاهن جوگیر بشیم. مثلا چطور؟ گفتم قبل از باشگاهتون برین دویدن. مثلا شما تصمیم گرفتی که قبل از باشگاهت 20 دقیقه بدوی. وقتی 20 دقیقه رو میدویی، خود به خود این اراده به تو یه انرژی میده، یه اندورفین ترشح میکنه. شما دوست داری که مثلا این 20 دقیقه رو بکنی 40 دقیقه، میگه حالا 20 دقیقه رو بکنم 40 دقیقه، یا مثلا یه برنامه کوه هم صبح اضافه بکنم، صبح هم برم کوه. جوگیر نشو، همون 20 دقیقه رو تا 3 ماه ادامه بده. حتی اگه برات راحته، حتی اگه به مرور احساس میکنی کمه، فعلا تا 3 ماه با همون 20 دقیقه ادامه بده و به مغزت فشار مضاعف. حوازی رو بذار کنار، بیشتر از 40 دقیقه برای وزن زدن وقت نذار. اصلا فکر نکن که کم شد، زیاد شد، این برای من عضله سازی نمیکنه. یادت باشه تا 3 ماه هدف ما فقط رفتن به باشگاهه. هدف ما عضله سازی نیست، هدف ما نتیجه نیست. ما فقط میریم باشگاه، 40 دقیقه با وزن تمرین میکنیم و تمام. اونم ماکسیموم 40 دقیقه. تمرینات پا معمولا برای خیلیا سنگینه و باعث تنبلیشون میشه، باعث میشه که از باشگاه زده بشن. پا خیلی خسته میکنه بدن رو. اگر بدن رو فرمی داری، به خصوص مثل اکثر گولیزونی هایی که میدونم تو چرخ سوار هستیم و احتمالاً پای خوش فرم و سرحالی داری، جونداری داری، میتونی فعلا تمرینات پا رو اسکیپ بکنی تا همون 3 ماه. گفتم چون تو این 3 ماه اصلا بدن و عضله هدف ما نیست، هدف ما ایجاد یک عادته. همون اول شروع باشگاه هم یادت باشه مربی لازم نداری، چون هدف ما توی این 3 ماه اول باشگاه برو شدن. باز هم میگم هدف مربی تولید و ساختن یک اندام ایدئاله. مربی بهت فشار زیاد میاره، دیسیپلین زیادی بهت وارد میکنه و تو آماده این نیستی فعلا و جا میزنی. شما 6 تا حرکت قراره اجرا بکنی. همه این حرکت ها رو میتونی از رفقات هم بپرسی، رفقای باشگاه بروت هم میتونی بپرسی، از اینترنت هم میتونی خودت در بیاری. 6 تا حرکت انجام بده، 4 تا حرکت اصلی، 4 تا عضله اصلی، 2 تا عضله فرعی. مثلا 4 تا حرکت برای سینت کار بکن، 2 تا حرکت برای جلو بازو، 4 تا حرکت برای پشت کار بکن، 2 تا حرکت برای پشت بازو و مثلا سرشانه و کول. اینا رو اینجوری تقسیم بندی بکن، خودت کار بکن، خودتو تشویق و خودتو تنبیه بکن. اگر دیدی که خیلی مرتب داری یه مدتی باشگاه میری، سر تمرین حاضر میشی، خودتو با یک لباس جدید، با یک مکمل خوراکی خوشمزه، با یک شام خوشمزه، یک استیک خوشمزه تشویق بکن. و اگر برعکس
دیدی که یک روز 1 ساعت حتی جا زدی از تمرین، خودت رو تنبیه بکن. مثلا من بعضی وقتا میشه که کار دارم، حوازی قبل باشگاه همون نمیرسم بزنم و با ماشین میرم باشگاه یا مثلا با اسنپ میرم باشگاه، ولی به جاش بعد از باشگاه خودم رو تنبیه میکنم، حوازی بعد از باشگاه همو 2 برابر میزنم، یا مثلا یه مسیر شیبدار به سمت خونه انتخاب میکنم که توی اون شیب بیشتر اذیت بشم و اینجوری به مغزم بفهمونم که بهتره همون کار راحت‌تر و سر وقت انجام بدید، یه کار سخت‌تر رو بیای بعداً به عنوان جبرانی انجام بدی. و یه نکته طلایی این که محل باشگاهت رو حتما نزدیک به خونت انتخاب بکن. نهایتاً زیر 1 ربع با ماشین فاصله داشته باشی با باشگاهت. یه نکته دیگه هم اینه که زمان موندن توی باشگاه رو برای خودت هی کم و کمتر بکن. توی باشگاه سعی بکنید دوش نگیرید، توی باشگاه سعی بکنید که از بوفه استفاده نکنید. همه اینا باعث میشه که شما بیشتر تو فضای باشگاه بمونید و چون اون فضا جدیده مغز شما هی بیشتر گارد میگیره. خیلی سریع وارد باشگاه بشید، تمرینتون بکنید و خیلی سریع از باشگاه خارج بشید. حمومو برید خونتون دوش بگیرید، تغذیه رو برید خونتون یا یه رستورانی بیرون تغذیه بکنید و لطفاً خودتون رو زیاد درگیر تایم باشگاه نکنید. همه این نکاتی که گفتم طی این چند ماه روی من تاثیر گذاشته و من خیلی مرتب دارم تمرین میکنم. فکر کردم شاید به درد شما هم بخوره و روی شما اثر بتونه بذاره و میدونم که میذاره اگر رعایت بکنید. بعد اون 3 ماهی که صحبت کردیم ممنون میشم نتیجه رو با من توی دایرکت یا توی کامنت ها به اشتراک بذارید و من رو خوشحال بکنید. اگر ویدیو احساس کردید که براتون مفیده، لایک و سابسکرایب و این داستان هم که فراموش نشه. خیلی مخلصم. بابک گوریلوس.